به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان گرامی، قضیه فلسطین پیش از اینکه یک قضیه مسلمان ها باشد، این قضیه تمام انسانیت است، زیرا هیچ انسان این را قبول نمی کند که بر بالای کودکان و طفلکان بیگناه بمبار شود. ولی متاسفانه ما در این روزها می بینیم که همان نویسندگان، شاعران و برنامه‌نگاران و کسانی که شب روز برای ما و شما از افراط و افراطگرایی نصیحت می‌کردند و هر روز درباره افراطگرایی می‌نوشتند، همه آنها خاموش هستند. متاسفانه اینها کسانی هستند که نفاق خود را برای مردم نشان دادند، کسانی هستند که از آزادی سخن، از حقوق زن و حقوق کودک ها، حتی از حقوق حیوان ها هم دفاع میکردند. ولی امروز روزی که طفلکان بیگناه بمبارد میشوند، زنهای بیگناه بمبارد میشوند، خانه های استقامتی بمبارد میشود، مسجد و مدرسه و بیمارخانه و کلیسا، همه چیز بمبارد میشود، ولی اینها یک سخن هم نمیگویند. اینها حد اقل محکوم نمی کنند، همدردی بیان نمی کنند. چرا اینها از همون صهیونیست ها مبلغ می گرفتند تا برای مردم را فریب بدهند، نیرنگ می کردند که افراطگرایی یعنی این کسانی هستند که گروه های اسلامی یا که مسلمان های سیاسی یا اسلامگراهای سیاسی، اینها افراطگرا هستند، اینها فکرهای رجعی دارند. همه اینها را به افراطگرایی و تروریسم متهم می ساختند. ولی امروز به چشم خود وقتی که می بینند همین افراطگرایی را، یعنی تروریسم حقیقی که امروز صهیونیست بر بالای کودکان انجام می دهد، چشم خود را کور گرفتند و آن را محکوم نمی کنند. ولی ما از همان اول می دانستیم که اینها درویه هستند، اینها دروغگو هستند، زیرا الله سبحانه و تعالی می گوید که ولا تعرفنهم فی لحن القول، نه از طرز سخن آنها این منافقین را می شناسید. یک شاعر فارس هم گفته بود که به هر طرزی که خواهی جامه می پوش، من از طرز خرامت می شناسم. ولی الله سبحانه و تعالی در این وقتهای مشکلی که امروز مردم مسلمان در فلسطین دارند و تمام انسانیت از آن رنج میکشد، باور کنید بعضی از یهودیانی که بر همون تورات خود ایمان دارند، همونها رنج میکشند. همونها برآمده بر جاده ها سخن خود را گفته ایستادند که ای انسان ها، ای مردم، در تورات همین چیز آمدگی نیست، باید یهودیان یک دولت نداشته باشند. ولی این مردم منافق و دورویه این را قبول هم نمی کنند. بعضی ها می گفتند که چرا در قرآن کریم این قوم یهود را مغضوب علیهم می گویند، یا چرا یک قوم فسادکار می گویند، چرا قرآن کریم اینها را لعنت کرده است. ولی وقتی که ما عمل این روزه آنها را می بینیم، یعنی قتل طفلکان بیگناه، بمبارد خانه های استقامتی، بمبارد مسجد، بیمارخانه، وقتی که اینها را می بینیم به این نتیجه می رسیم که وصفی که قرآن کریم در مورد این قوم کرده است خیلی یک وصف دقیق است. یعنی اینها مستحق همین وصف هستند، زیرا پیش از این اینها در روی زمین فساد کرده بودند. اینها را سالهای قدیم فارس ها قتل عام کرده بودند و یک قوم دیگر هم از عراق آمدگی آنها را قتل عام کرده است، زیرا بسیار فسادها میکردند در روی زمین. و همچنین از اروپا، تمام کشورهای اروپا اینها را از کشورهای خود رانده اند، از بریتانیا، از فرانسه، از پرتغال، از اسپانیا و اخیراً در آلمانیا چی شدن؟ قتل عام شدند. چرا اینها یک قوم فسادکار هستند. در قرآن کریم ذکر شده است که
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. ما بیان ساختیم و خبر دادیم برای بنی اسرائیل که شما در روی زمین دو مراتبه فساد میکنید. مراتبه اول وقتی که فساد کردن و جزای خود را گرفتن در سالهای گذشته و فساد امروزه که ما شما میبینیم. امروز در غزه مردم را بمبارد میکنن، قتل عام میکنن. این فساد را تاریخ نظیر آن را ندیده است. یعنی ما با چشم سر خود میبینیم این را و انشاءالله بعد از این فساد هم اینها شکست خواهند خورد. ولی برای اینها در تورات الله سبحانه و تعالی بیان ساخته است که شما در مقابل مؤمن های راستین شکست خواهید خورد و این را هم این صهیونیست ها میدانند. و وقتی که یکی از سروزیران آنها وقتی سالهای 73 از اون میپرسند که در تورات آمده است که شما در مقابل مسلمان ها شکست میخورید و او میگوید که ما کسانی که بر ما پیروز میشوند اینها نیستند. یعنی این مسلمان هایی که امروز هستند اینها بر ما پیروز نمیشوند، زیرا اون وقت در کشورهای عربی، کشورهای مسلمانی که با اسرائیل به جنگ بودن، آنها یک فکره کمونیستی داشتند. از این خاطر میگوید که اینها بر ما پیروز نمیشوند. کسانی که بر ما پیروز میشن آنها دیگر کسا هستند، یعنی مسلمان های راستین هستند و ما برای پیدایش آنها مبارزه میبریم. یعنی هر نسل ما در وقت خود باید که خدمت خود را بکند تا این گروه به میان نآید. یعنی وقتی که مسلمان ها دوباره به قرآن و سنت برمیگردند و چنگ به قرآن کریم میزنند، در آن حالت اینها پیروز خواهند شد. و مژده الله سبحانه و تعالی برای مؤمن ها برای پیروز شدن در آیت بعدی همین سوره اسراء میگوید که فاذا جاء وعد الاخره لیسوءوا وجوهکم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تدبیرا. یعنی وقتی که شکستی دوم شما فرا میرسد و بر اثر شکست در رویهای آنها رنج و درد و عذاب را میبینند و داخل مسجد میگردند دوم باره، چگونه ای که اول بار داخل شدن مسلمان ها اصحاب کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین وقتی که پیروز شدن و داخل مسجد اقصا شدن، همین گونه مسلمان های راستین بر یهودیان پیروز خواهند گشت. وعده الهی است، ما به او ایمان داریم. مسلمان ها حتما پیروز خواهند گشت و داخل مسجد اقصا می گردند بار دیگر چنانه که اول بار داخل شدند. و وقتی که بر شما پیروز می گردند و بر هر چیزی که مسلط می گردند آن را زیر و زبر خواهند کرد. این وعده الهی است. هر مسلمان باید به همین آیت ایمان داشته باشد و اگر چندی که امروز تمامی قوای دنیا جمع شود و اینها را کمک بکند، باید ما بدانیم که انشاءالله فوز و نصرت و پیروزی از آن مسلمان ها خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.